روز چهارشنبه دادگاه قزاقستان حکم برآورد که شهروند قزاق‌تبار چین سایرگل ساوتبای به چین استرداد نشود. حاضرین در تالار حکم دادرس را با کفکوبی قبول نمودند و این زن 41 ساله امکان یافت که بالاخره شوهر و 2 فرزندش را به آغوش بگیرد. ساوتبای در ماه اپریل از چین فرار کرد. او تاکید میکند که در مناطق غربی چین مردم قزاق‌تبار و مسلمانان زیر فشار سیاسی قرار داشته آنها را در شبکه اردوگاه‌های تعلیمی به اصطلاح از نو تربیت میکنند. این خانم میگوید در حال بازگشت به چین مورد تعقیب قرار میگیرد. ساوتبای ماه می با طلب چین بازداشت شد. در محاکمه او دیپلمات‌های چینی حضور داشتند. دادرس اعتراف کرد که ساوتبای مرز را غیر قانونی عبور کرد ولی یگانه هدف او همایش با عائله‌اش بوده است. شوهر و فرزندان ساوتبای چند سال پیش به قزاقستان هجرت نموده سال گذشته شهروندی قزاقستان را به دست آورده بودند.